آقای ابراهیمی سلام. چند تا سوال داشتم از خدمتتون. با 100 میلیون چه کسب و کاری میشه راه اندازی کرد؟ با 100 میلیون تومان میتونید دستگاه رول به رول سفره بگیرید و ما مواد اولیه‌شو خودمون بهتون میدیم. شما میرید این سفره‌های بزرگ رو تبدیل به سفره‌های کوچیک بکنید تو خونه. و درآمدش چقدره؟ درآمدش هم روزانه بین 1 تا 1.5 میلیون تومانه. درست. با 500 میلیون چه کسب و کاری میشه راه اندازی کرد؟ 500 میلیون تومان هم میتونید یه کارگاه کوچیک اجاره بکنید و باش یه سری دستگاه خریداری بکنید و همه انواع اقسام پلاستیک‌های رایج بازار رو میتونید بزنید. یعنی تمامی پلاستیک‌های تمام پلاستیک‌های دسته‌دار بدون دسته، زباله‌ها اینا رو میتونید باش بزنید. درسته. بعد درآمد روزانه‌اش اون چقدره؟ تقریبا بین 4 تا 6 تومانه. اون دیگه بستگی به فعالیت خود